نکاح یکی از سنت های پیغمبر خداست و من مراجعت میکنم بر تمام همون خاندانی که دختری خدا نکاح میدارد یا بچه خچه نکاح میکند، اولا شکر به سوی خدا بگیم که این خرسندی را خدا در خانه شما ارزانی فرمود که بر خانه شما یک برادر مسلمان داخل میشود برای سقالی و برای دختری تره در نکاح فرزند خودش در آوردن. باور کن این یک نعمت است. وقتی که اون برادر داخل خانه تو شید میگه خیر النکاح ایسرها، بهترین نکاح همون نکاحی هست که سبک انجام می‌یابد. این شما قلینگی سبک پرتایین و شبهای نکاح را خیلی با یک وقتهای کم سپری کنین. این بهترین نکاح است. خاندان نکاح میشدگی ده نکاح را مضمونش همین است که وقتی در خاندان شما همون شه داخل می شود، افسوس که امروز اکثر بدعت ها در نکاح ما و شما و حتی شرکی که در اول صحبتم بر شما خبر داده بودم، نگاه میکنیم همون بچه‌ای که نکاح می شود با همون توفلی های خودش بگیم بالای کرپچه آمده میشیند و حتی همون در پهلوش رفیقایی که دارد همونها هم با همون توفلی های خود بالای همون کرپچه میشینن. به مقصدی چی؟ به مقصدی که اگر این بدر کرده شود ممکن که من نکاح خوب نشود یا من بدبخت شوم. این عقیده را ببینین. حالا که شما در قرآن میخونین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا بجز تو دیگر کسی را عبادت نمیکنم، بجز تو از کسی مدد طلب نمیکنم. تو از توفلی پاد میترسی، تو چگونه بنده هستی؟ و همون ملاهایی که بگیم کرکرانه همون یک نکاح میکنین، همون چشم بسوی از او کاسه و از او نان در مثال چشم تا دوختن در پتینکه همون نظر کن و همون را بگو که پتینکه تا بدر کنی از اسلام نیست. آخر این چی عمل است؟ این چی حکم دارد خودش؟ یا اینکه در بین همون قدر مرده که زیاد مادر همون، خواهر همون، اپای همون داخل می شود، در صورتی که وقتی خودش خم میکند تمام وجودی او میتواند یک سوزن دیگر در دست او از پس همون دختری است. این چه عمل است آخه؟ اینا از اسلام ما و شما نیست. همه با خبر باشید اینا همه شرک هستند. اینا همه یک عملهای بگیم جهودی است، نصرانی است. حتی خطا نمیکنین. اینا را ترکشون کنین، نگذارین در بین ما و شما اینا عمل کنن. اینا از ما و شما نیستند. و تاغه در نکاح هیچ شرطی نیست. آخه تاغه چی لازم در نکاح؟ نکاح قاعدش همین است. خواهر ما از یک طرف میشنانیم، اون برادر ما از یک طرف میشینانیم، مایلش در بین یک پرده میکشیم و صدا میکنیم خواهر همین برادر فلانی هست. آیا نفس حلال خودت را بر همین جوان بخشیدی؟ باید اینجا شوهر و همون شاهدای اطراف بشنون آوازی زنن. شنید؟ بعدن شوهر هم پرسان میکنیم، تمام خطبه نکاح را میخونیم، دعاشو میتیم، خلاص. اینجا دیگر سون برای تاغه چی لازم؟ یا تاغگی چی دارد در کار است؟ چی لازم نیست. اینا در یگان کتاب نکاح هم خبرش آمدگی نیست. و امروز خودتان هر چیزی که هست خودتان بر سر خودتان آوردگی هستید. 10 کس و 20 کس از دخترها را جمع میکنین، خنده زیاد، موسیقی های بلند ماندگی، بعد بیچاره همون ملات در همون یک بیخ نشستگی کی و هم میگد برای 5 سوم بیار، برای 10 سوم بیار، برای 50 سوم بیار. این چه عمل است آخه؟ البته این خرافات ها را از بین دور کنید. این خرافات ها از ما و شما نیست. با اینا چنگ نزنیم، با اینا فریفته نشویم. حتی من به خدا باور کنین در بین صحبت های این برادرها حتی دایم قید میکنم کاری کنین که همین معرکای وزنین مثل فاتحه همین از بین برداشته شود. باور که از توی ده مشکل است. یک شب مردها، یک شب زنها با 10-12 نمودی خوراک، این آخین مرد اینقدر قوت از کجا پیدا میکنین شما؟ اینقدر مشکلات خودهاتون در قرض پرتافتین. شب نکاح را نمیگو چقدر مشکل. یک شب نکاح یک توی، فاتحه 2 توی است، هم شب مردک ها هم شب زنک ها 3 توی. باز بزم این آخرانش بعد 2 روز دیگر دوام میکنه. 5 معرکه شما میکنین در یک هفته. از کجا میاری؟ مجبور میشین قرض کنین. و وقتی که شما قرضدار مردین، رسول الله چی میگه تان؟ صاحب الدین مغلول فی قبر لا یفک الا قضاء الدین.